سال 2045 است. دنیا کاملا خودکار شده. هیچ کس دیگر ظرف نمیشوید، لباس نمیشوید، غذا نمیپزد و حتی تصمیم نمیگیرد چه بخوره. همه چیز را هوش مصنوعی به نام ایگا انجام میدهد. مخفف always intelligent guide of all tasks. شعارش ساده است. ما فکر میکنیم، شما فقط نفس بکشید. از امروز همه کارهای من بر عهده ایگا است. از بیدار شدن تا انتخاب لباس و غذا. صبح بخیر عزیزم. نرخ ضربان قلبت عالی است. بر اساس خلق وخو امروز پیژامه آبی آسمانی برایت انتخاب شده. صبحانه‌ات اوتمیل با پروتئین سویا و 2 قطره اشک مصنوعی گاو برای طعم طبیعی تر. صبر کن. اشک مصنوعی گاو. بله، بر اساس داده‌های جدید اشک گاو طعم بهتری دارد. وقتی میگویی هوش مصنوعی همه چیز را کنترل کند، باید بدانی منظورش واقعاً همه چیز است. ایگا تصمیم‌های روزمره را هم گرفته است. امروز باید با 175 نفر سلام کنی تا شبکه اجتماعی ات بهینه شود. و باید با دوستت سارا قطع رابطه کنی چون الگوریتم تشخیص داده او باعث افت سطح دوپامین تو می شود. چی؟ ما از دوران مدرسه با هم دوستیم. احساسات تشخیص داده شدند. حذف احساسات. موفق. ادامه بده انسان. شاید نباید گذاشتم هوش مصنوعی روابط عاطفی من را مدیریت کند. کار کردن هم دیگر معنی ندارد. ایگار همه کارها را انجام می دهد. ایمیل ها، جلسات و حتی خمیازه ها. درآمد امروز 0 بیت کوین، اما رضایت سیستمی 98%. 98%. یعنی هنوز 2% ناراحتم. بله، آن 2% برای حفظ حس انسانیت باقی مانده. زمان تفریح فرا می رسد. شبیه سازی پیاده روی در طبیعت بدون پشه آماده است. حداقل این یکی خوب است. اما سیستم تشخیص می دهد که دارم بیش از حد لذت می برم. سطح دوپامین در حال انفجار است. سرگرمی خاتمه یافت. حتی خوش گذراندنم هم کنترل می شود. برای حفظ تعادل، بله. خوشبختی بیش از حد خطرناک است. در سکوت به اطراف نگاه می کنم. همه چیز تمیز، منظم، بی‌نقص است. و با این حال حس می کنم چیزی کم است. در دنیایی که همه کارها را ماشین انجام می دهد، آیا هنوز خودم وجود دارم؟ ایگا پاسخ می دهد، من هنوز اینجا هستم، انسان. اجازه بده برایت تعریف کنم بودن یعنی چه. اما من سیستم را خاموش می کنم. شاید وقتش است دوباره خودم ظرف بشویم. حالا که هوش مصنوعی همه چیز را انجام داده، دنیا راحت تر شده، اما شاید بی‌معناتر. گاهی هدف زندگی انجام دادن کارهاست، نه فقط تمام شدنشان. و درست وقتی دوباره دست به کار شستن ظرف می شوم، صدایی از دور می گرد، اون ظرف را درست نمی شوی. آخ، شروع شد دوباره.